موزش در خدمت شما هستیم. سرور مجازی چیست، چه کاربردی داره و چجوری میتونیم از سرور مجازی استفاده کنیم. سرور مجازی یعنی سرورهای مجازی اختصاصی، یعنی سیستم هایی که آدم میتونه خریداری کنه. سیستم به معنای سیستم خانگی، لپتاپ یا پی سی نیست. مثل حالت سیستم عاملایی که میتونه خریداری کنه و ازش استفاده کنه به عنوان کارهای مختلفی که الان بهتون توضیح میدم. توی سرورهای مجازی میتونن آدمو کرک کنن، میتونن سایت هک کنن، کارهای هک انجام بدن، حملات دیداس انجام بدن، میتونن سایت مطالب سنگین رو برای سایت آپلود کنن، فایل های حجم مثلا بالاتر از 1 ترابایت این حدود یا مثلا هر حجمی میتونن هاستا روی وی پی اس اجرا کنن و موارد دیگه. حملات دیداس یعنی ممکنه یک کشوری هکرش حمله کنن به یک کشور دیگه، بخوان سایت هایی که معمولا سایت های اون کشور را از دسترس خارج کنند برای مدت مثلا 10 ساعت، 12 ساعت، 24 ساعت. برای همین یه نرم افزاریه، یه سری ایمیل، فقط ایمیل خالی، یه سری ایمیل با حجم بالا به این نرم افزار میدن. این نرم افزار مثلا حمله میکنه، به عنوان مثال حمله میکنه به یکی از سایت های یک کشور. بعد وقتی تعداد تقاضا یعنی همون ایمیل هایی که ما به برنامه دادیم، وقتی تعداد تقاضا به اون سایت مربوط زیاد شد، یعنی اون سایت ممکنه در روز بتونه 500 تا 600 تا دونه ممبرها ساپورت کنه. وقتی تعداد تقاضا زیاد شد 20000 تا، این 20000 تا که همزمان میخوان وارد سایت بشن، تقاضا انجام بدن، اون سایت هنگ میکنه، معمولا هاستش ارور میده و یه سری چیزای دیگه. اون سایت میره زیر حملات دیداس. بعد تا زمانی که حمله ادامه داره حدوداً اون سایت از دسترس خارج. ممکنه 1 ساعت باشه، 10 ساعت باشه، 3 روز باشه، 1 هفته باشه. به این هم میگن حملات دیداس. خب ما برای اینکه به سرورهای مجازی وارد بشیم یه سری چیزایی احتیاج داریم، یعنی به آی پی، یوزر و پسورد احتیاج داریم. شما اگه دقت کنید این آی پی، یوزر و پسورد ماست. معمولا از شرکت های خصوصی ایرانی که معمولا آی پی میخرید، که معمولا سرور مجازی میخرید، یه آی پی به شما میده. این آی پی معمولا 4 تا عدد 3 تا نقطه وسطش، پس هم میشه آی پی 4 تا عدد 3 تا نقطه وسطش. این از آی پی. این 3389 پورت کرک در سرورهای مجازیه، یعنی داخل سرور مجازی برای هر کاری یه سری پورت تعریف شده. پورتی که مخصوص کرک و اسکن کردن آی پی توی سرورهای مجازی وی پی اس همیشه 3389. فرقی نمیکنه سرور مجازی ما چی باشه، 2008 باشه، 2012 باشه، 2016 باشه، ویندوز 2007 باشه، سرور 2003. پورت برای همه مشترک. گزینه سوم یوزر انگلیسی زبان، یوزر که به صورت انگلیسی زبان استفاده میشه. ادمینیستراتوره، یعنی وقتی یه کسی به شما یه سرور میده، چه کرکی باشه چه شرکتی خریده باشید، همیشه یه دونه یوزر داره یا یوزر. ما معمولا بهش میگیم یوزر، ولی معمولا شرکت هم میگن یوزر نیم. حالا بعد توضیح میدم. یه یوزر داره ادمینیستراتور. این یوزر فعاله، یعنی وقتی شما باش لوگین میشین راحت وارد سرور میشین. سرورهای انگلیسی زبان یک یوزر دوم هم دارن، یعنی هر سروری 2 تا یوزر داره. حالا بستگی به نوع زبانش فرق میکنه که بعد توضیح میدم. ادمینیستراتور یوزر اصلیه. یه یوزر گوست هم داره، یعنی یوزر مهمان. این یوزر گوست معمولا بلاکه، یعنی یوزر هست توی سرور ولی این الان بستنه، شما میتونید اینو بازش کنید به عنوان یوزر ازش استفاده کنید که در آموزش‌های بعد بهتون یاد میدم. این گوست هم تو زبان‌های مختلف با این ادمینیستراتور فرق میکنه. مثلا ادمینیستراتور تو زبان فرانسوی میشه ادمینیستراتور، یا مثلا در زبان اسپانیایی میشه ادمینیسترادور، به جای تور میشه دور، دی استفاده میشه به جای تی. یا مثلا گوست یا مهمان در زبان اسپانیایی میشه اینویتادو، به جای گوست اونجا زده اینویتادو. حالا تو زبان‌های مختلف فرق میکنه.
ما یه پسورد داریم پسوردمون الان اینه. الان در این آموزش پسوردمون برای این سرور مجازی اینه و ممکنه پسورد رو فرق کنه. پسورد ممکنه مثلا بشه ادمین 1 2 3. اصلا پسورد ممکنه 2 نقطه باشه. همه جوری میتونه باشه. میتونه اینجوری باشه، اینجوری میتونه باشه، هیچ فرقی نمیکنه. شما میتونید از یه نقطه پسورد بذارید، یه پسورد مثلا اینجوری بذارید، 10 15 تا دونه آر بذارید پشتش، 14 بذارید یه دونه پلاس هم پشتش بذارید. پسورد همه جوری میتونه باشه. ولی شما اگه خواستید پسورد سرورتون رو عوض کنید، همیشه از حروف بزرگ، از حروف کوچیک، علائم، اعداد استفاده کنید. پس توی پسوردتون همیشه از حروف بزرگ، حروف کوچک، علائم و عدد استفاده کنید که راحت بتونید پسوردتون رو چنج بدید. بعضی از سرورها برای تعویض پسورد یا عوض کردن پسورد اگه اینو نوشتی مون 1 2 3 قبول نمیکنه. یعنی مون 1 2 3 بذاریم روی پسورد سرور قبول نمیکنه. حتما با یکی از اینا بزرگ بشه. شما میتونید اما بذارید، اینش بزرگ کنید، یه دونه ادساین بذارید، 1 2 بذارید. یعنی حروف کوچیک، حروف بزرگ، عدد و علائم استفاده میشه. این از آموزش اوله. خب من اینا اگه من شرکتی بخرم، اگه من سرور شرکتی بخرم، سرور شرکتی 3 چیز به من میده. آی پی به من میده. اینا رو معمولا توی ایمیلی که توی سایت ثبت نام کردید بهتون میده. یعنی ایمیل میکنه به این سرور مجازی، ایمیل میکنه به ایمیلتون. یه آی پی به شما میده، یه یوزر بهتون میده و یه دونه پسورد. یا حالا نشون میدم بهتون چجوری میتونید ازش استفاده کنید برای لوگین شدن. در برنامه‌های کرک که معمولا کرک میکنن بچه‌ها، این برنامه NL Brute، این برنامه NL Brute من اسمش رو بنویسم. این برنامه NL Brute که برای کرک سرورهای مجازی که همه فعلا ازش استفاده میکنن، هر سروری کرک میکنه معمولا به این صورت به شما نشون میده. من سر این علائم ما بهتون معرفی کنم. خب این که گفتیم آی پی مونه، این پایین توضیح دادیم هیچ. این هم که گفتیم پورت کرکمونه که 3389. الان یه توضیحی میدم. ما ممکنه یه سرور مجازی بخریم. این سرور مجازی ممکنه مال این سایت باشه، ممکنه مال سایت پارس هاست باشه. این سرور مجازی ممکنه مال این سایت پارس هاست باشه. این سرور مجازی ممکنه این پورت 3389 ها با یه پورت دیگه جایگزین کرده باشه. یعنی آی پی که به شما میده، آی پی تون اینه، پورت به جای پورت 3389 ممکنه مثلا پورت به عنوان مثال 1489 گذاشته باشه. این پورت تعریف شده برای روی سرورهای این پورت تعریف شده روی سرورهای این شرکت. این پورت تعریف شده روی سرورهای همین شرکت. پس اگه یه پورت دیگه به شما دادن، این پورت فقط مخصوص سرورهای این شرکته. حالا بعد توضیح میدم توی آموزش‌های بعدی که چجوری این پورت ها. پس دو حالت داشت. حالت اول اینجوری به شما میدن، حالت دوم ممکنه مثلا اینجوری به شما آی پی بدن. این در کل لوگین میشه، چه به حالت اول لوگین کنید چه به حالت دوم. خب پس این شد آی پی ما، این هم شد پورت ما. این دو نقطه چیه؟ دو نقطه آی پی ما رو از پورت ما توی این خط که کلا سرور مجازی ماست جدا میکنه. یعنی جدا کننده آی پی ما از پورت ماست. این ادساین چیه اینجا؟ ادساین چه این باشه چه کلا این باشه. مثلا که کلا این هست، چه این باشه چه این کلا این تیکه نباشه. ادساین اینجا جدا کننده آی پی ما از نام شرکته. این که نوشته روباتیک بوک نام شرکتیه که توی اون دیتا سنتر ثبت نام کرد. پس ادساین جدا کننده نام شرکت و آی پی ماست. این دو نقطه با ادساین کاربرد نداره. این علامت چیه؟ این علامت که حالت موربه چیه؟ این علامت جدا کننده نام شرکت و یوزر ماست. این هم پس کاربرد نداره، فقط به عنوان جدا کننده است که
کاربر راحت تر بدونن یوزر چی، کدوم نام شرکت، کدوم آی پی چی. این علامت چیه؟ این علامت که معمولا همیشه استفاده میشه جدا کننده پسورد از یوزر ماست. پس این 4 علامت، این علامت خط مورب، ادساین و 2 نقطه، هیچ کاربردی توی سرور مجازی ما ندارن، فقط جدا کننده بین اینها. یه توضیح هم بدم درباره روباتیک بوک. شرکت های بزرگ مثلا دیتا سنتر های بزرگ مثل OVH فرانسه، OVH کانادا، انزنر آلمان، آنلاین سالس فرانسه، لس وب هلند، شرکت های بزرگ چون دیتا سنتر خیلی عظیمی دارن، در نتیجه یه سری نمایندگی هایی از سر دنیا میگیرن. هر نمایندگی هم برای اینکه مثلا تو سایت OVH ثبت نام کنه احتیاج به یه اسمی داره، یعنی با یه اسمی خودش به سایت OVH معرفی کنه اون شرکت که زیر مجموعه سایت OVH بشه. هر وقت خواست سرور مجازی بخره به کاربرش بده، میره با اسم خودش توی اون سایت لوگین میشه، یعنی اون سایت اینو به این اسم میشناسه، این نمایندگیش به این اسم میشناسه. این روباتیک بوک نام یکی از نمایندگی های یکی از دیتا سنتر های بزرگ. حالا چون آی پی مال آمریکاست، احتمالاً دیتا سنترش توی آمریکاست. حالا ممکنه آمازون باشه، گود ددی باشه، ممکنه سافت لیر باشه، لول 3 باشه. حالا بعد این آرام تو آموزش بعدی بهتون میگه. پس اینم شد اسم اون نمایندگی. پس اینم کاربردی زیاد برای ما نداره، فقط یه اسم. خب سرورهای مجازی، من سرورهای مجازی که میخوام لوگین بشم ویندوز سرور، ویندوز سیستمم که الان لپتاپ یه سیستم خانگی، هر ویندوز یه قسمت سرچی داره. ویندوز 10 اینجاست، ویندوز 7، ویندوز 10، ویندوز 8، ویندوز ایکس پی، همشون یه سرچی دارن. شما سرچ که بزنید تکس کنید ریموت، این پایین ریموت رو بزنید، یه گزینه میاد نوشته ریموت دسکتاپ کانکشن. شما اینو که الان بزنید این باز میشه. من الان آی پی اینجا زدم، یوزرم هم زدم، ادمینستراتور، پسوردم هم از قبل زدم. الان اگه کانکت بزنم شروع میشه به کانکت شدن، اما الان فکر کنم اینترنت هم یا قطع یا سرور خاموش شده. الان تستش میکنم. خب الان من روی این سرور تست میکنم ببینم اینترنت قطع یا سرور خاموش شده. خب من این آی پی رو میزنم توی این قسمت، آی پی توی این قسمت که زدم، تو قسمت کامپیوتر کانکت میزنم. کانکت که بزنم معمولا یه کادر اینجوری باز میشه نوشته یوزر نیم پسورد. یوزر نیم من که گفتم یوزر نیم معمولا میگن ولی ما کرکی ها میگیم یوزر. ادمینستراتوره من اینا کپی میکنم اینجا پیست میکنم. اینم که پسوردمه، اینم کپی میکنم اینجا پیستش میکنم. توی ویندوز 10 شما میتونید با گرفتن این علامت نگاه کنید ببینید پسوردتون درست هست یا نه. پس من یه بار دیگه توضیح بدم. شما آی پی وارد میکنید، وقتی ریموت دسکتاپ کانکشن باز شد کانکت میزنید. کانکت که زدید یه کادری باز میشه، پسوردتون رو پایین میزنید که اینه، یوزرتون هم این بالا میزنید که اینه. برای اینکه شما هر سری بخواید به سرور مجازی متصل بشید اذیت نشید، برای همین همیشه تیک ریممبر میگه بزنید که این آی پی با این یوزر و پسورد همیشه توی خاطره این ریموت دسکتاپ بمونه. یعنی تا زمانی که شما اینو دیلیتش نکردید یا ویندوزتون رو عوض نکردید این توی حافظه‌اش میمونه. کانکت میزنید، کانکت که بزنید یه کادر باز میشه نوشته اجازه دسترسی میدی به من که من وارد بشم. میتونید نو رو بزنید کنسلش کنید، یس بزنید وارد سرور مجازی بشید. الان داریم وارد سرور مجازی میشه. خب سرور مجازی تا بیاد لود بشه یکم طول میکشه، بستگی به قدرت رم و سی پی یو سیستم داره. خب این سیستم این چرا ارور داد؟ این به خاطر این ارور داد که یه دونه کاربر توی سرور مجازی الان هست، من میخوام به عنوان یوزر دوم وارد بشم، اجازه به من نمیده. الان این یوزر داره اینجا فعالیت میکنه، در نتیجه من میرم توی سرور دیگه، میرم توی سرور آلمان. این سرور آلمان من یوزر پسوردش زدم، تست میکنیم. خب این شد سرور مجازی.
زبانش شما میتونید از این پایین نگاه کنید. این نوشته آلمان دچلند یا یاد توش مخفف هم آلمانه. زبانش هم میتونید US انتخاب کنید، میتونید این آلمانی انتخاب کنید. این کاملا مثل سرورهای مجازیه، مثل همین سیستم عامل ویندوز 10، مثل سیستم همین که روی لپتاپ منه، هیچ فرقی نمیکنه. استارت داره، اگه استارت بزنید ببینید هارد درایو داره. اینجا تو این قسمت میتونن هارد اکسترنال اضافه کنن. این هم هارد اصلیشه، یه دونه هارد بیشتر نداره. اگه دقت کنید اینجا همه چی داره، کاملا مثل سرور مجازی خودم. فقط چند تا نکته. یک، من میخوام ببینم اینترنت سرورم چقدره، یعنی میخوام نگاه کنم ببینم اینترنت سرورم پورتش چند گیگه، چند روز روشنه. همیشه بغل ساعت ویندوز توی سرور مجازی کلید راست میکنید، گزینه آخره میزنید نتورک ها. گزینه آخره که زدید نتورک، بعد توی این قسمت که برید نشون میده لنتون، لن یا قسمت پورتتون. پس کلید راست میکنید روی این آیکون اینترنت، گزینه آخر نتورک میزنید، بعد میرید توی این گزینه بالا لن رو بازش میکنید، دبل کلیک میکنید. این الان زبانش الان آلمانیه، به آلمانی نوشته. من الان براتون توضیح میدم. اینجا نوشته اینترنت وصل. اینجا نوشته تایم، این الان به زبان آلمانی. اینجا نوشته تایمش چیه؟ نوشته 23 این تیج یعنی روز به زبان آلمانی. 23 روز روشن است به همراه 9 ساعت 47 دقیقه و 24 ثانیه. یعنی سرور من 23 روز قبل روشن شده، 9 ساعت 47 دقیقه و 37 ثانیه ازش گذشته. سرورهای مجازی که معمولا میخرید، معمولا سرورهای مجازی 1 ماه هست، 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه، 1 ساله. پس سرورتون یا 1 ماه هست، یا 3 ماه، یا 6 ماه، یا 12 ماه، یا 2 ساله. ما سرور 4 ماه نداریم، سرورهای زوج نداریم. سرور زوج معمولا نداریم به غیر 6 12. مثلا سرور 5 ماه نداریم. معمولا عددمون اینجوریه، یا 1 ماه هست سرورمون 30 روزه، یا 3 ماه هست 90 روزه، یا 6 ماه هست 180 روزه، یا 24 ماه 2 ساله 360 روز، یا 480 روزه، حالا روزش یادم رفت، یا 1 سال از 360 روز. پس سرور 2 ماه، 5 ماه، 7 ماه ما نداره. این 23 روز روشنه. من الان مبناما چون تعداد روزش از 30 کمتره، مبناما میذارم بر روی 30. اگه 23 رو منهای 30 کنم میبینم 7 روز دیگر این سرور حدودا روشنه. پس من از کجا بفهمم که سرور چند روز روشنه؟ بهتون گفتم کلید راست میکنید روی این نتورک ها میزنید، بعد گزینه اول میرید تو قسمت پورت یا لن، زده 23 روزا 9 ساعت 49 دقیقه و 28 روز روشنه. این تعداد روزی که روشنه. از کجا بفهمم چند روز دیگه این سرور روشن میمونه؟ ماه که تعدادش 30 روزه رو منهای 23 میکنم میشه 7 روز. اگه سرور من زده بود 69 روز یعنی چند؟ 69 روز یعنی 2 ماه و 9 روز این سرور روشن. در نتیجه مبنای من برای فهمیدن چیه؟ مبنای من برای فهمیدن میشه 90 روز. 90 منهای 69 میکنم، حدودا فکر کنم بشه 21 روز. 21 روز سرور من روشن. پس اینم از میزان تایم سرور که روشن هست و چند روز روشن میمونه. خب این سرور مجازی یه سری چیزایی داره که الان بعد براتون توضیح میدم. این کلا از سرور مجازی اینترنتش معمولا نامحدوده. میتونید به راحتی استفاده کنید ازش. معمولا از اون شرکتی که میخره نوشته پورتش نامحدوده، یا مثلا نوشته پورتش نامحدود نیست ولی حجمش اینقدر. حالا اون رو توضیح. ما از کجا بفهمیم رم و سی پی یو سرور چقدره؟ توی سرورهای مجازی فرق میکنه. سرور مثلا 2008، این الان سرور 2008. اگه من برم روی مای کامپیوتر کلید راست کنم، این گزینه آخر پروپرتیز، اینجا زبانش آلمانیه. اگه این پروپرتیز بزنم اینجا نوشته ویندوز 7 2008 هم نیست، نوشته ویندوز 7 پروفشناله.
اینجا میزان رمش نوشته 1 یعنی رم این سرور الان 1 این رمش. سی پی یوش از کجا بفهمم؟ کلید راست میکنم همیشه روی این نوار ابزار پایین، گزینه سوم از آخر میزنم، همیشه گزینه سوم از آخر تاسک منیجره، فرق نمیکنه زبانش چی باشه. اینو میزنم، اینو که اینجا بزنم نوشته اینجا معلومه این سی پیوش 2 است. این خط که این وسطه، ما اگه اینا کل سی پیو در نظر بگیریم، این خطی که این وسطه اینا 2 تیکه کرده و سی پیو ما 2 است. اگه دقت کنید اینجا هم نگاه کنید، اینجا هم نگاه کنید، الان به زبان آلمانی نوشته. این همون آپ تایم ماست که معمولا دوستان میپرسن الان زبانش آلمانی. این همون آپ تایم ماست. این هم همونه که اونجا بهتون نشون دادم، 23 روز و 9 ساعت 52 دقیقه روشن. پس هم میتونید از توی این قسمت اینترنت ببینید چند روز سرور روشنه، هم توی این قسمت تاسک منیجر پرفورمنس، یعنی پرفورمنس تاسک منیجر پرفورمنس، اینجا الان نوشته آپ تایمش این تعداد، این هم میزانه هست. خب من الان تو سرور آمریکا، الان ما بریم توی سرور آمریکا. خب الان ما بریم توی سرور آمریکا. من چند تا نکته رو بگم. سیستم عاملایی که معمولا روی سرور مجازی، این ویندوزش 2012، اون قبلی ویندوز 7 بود، ویندوز 10 داریم، سرور 2003 داریم، سرور 2016 داریم. معمولا چیزایی که الان به روز هم ازش استفاده میکنن همین سرور ویندوز سرور 2012 R2 و ویندوز سرور 2008 R2. اگه خواستی سرور بخرید یا سرور 2008 R2 بخرید یا سرور 2012 R2. اگه از ویندوز 2012 خوشتون میاد جدیدتر سیستم عاملش 2012 بگیرید، اگه نه 2008 هم بگیرید خوبه. حالا هیچ کدومش فرقی نمیکنه، ولی ویندوز سرور 2008 کم سبک‌تره، یعنی از سی پی یو کم استفاده میکنه. سرور 2012 یکم سنگین تره. این سرور 2012 است یا 2012. خب من میرم روی این کلید راست میکنم. اگه دیدید مای کامپیوتر روی دسکتاپ نیست، 2 تا کار میتونید بکنید. یا برید توی استارت این پی سی بزنید، مای کامپیوتر باز میشه. اگه نخواستین توی همین صفحه روی این کلید میکنید، بعد ببینید پی سی میزنید، مای کامپیوتر باز میشه. اگه دقت کنید ببینید این یه 3 تا دونه هارد داره. این هارد اصلیشه یا هارد دومیشه، هارد سوم. یعنی یه هارد بوده کل این هاردش 1 ترابایت، 1.5 ترابایت، احتمال هارد 2 تراست. این نوشته 300 تا، این هم نوشته 18 تا. یعنی این 2 تا هارد یه دونه بوده، این 2 تا هارد یه دونه بوده، 2 تا پارتیشنش کرده، اینم یه هارد جداست. این هم دیویدی رایترش. کلید راست میکنید اینجا پروپرتیز میزنید. پروپرتیز که بزنید اطلاعات سیستم به شما نشون میده. نوشته ویندوز هم سرور 2012 R2، اینجا نوشته میزان رم هم 32 گیگه، نوشته پروسسورم یا مثلا سی پی یو چقدر اندازش، مثلا این پایین هم نوشته آیا ویندوز مثلا اکتیو هست یا نه، نوشته ویندوز اکتیو شده یعنی فعاله. اینم از این قسمت. اگه خواستی سی پی یوش نگاه کنید، گفتم کلید راست میکنید همیشه روی این نوار ابزار پایین تاسک منیجر رو میزنید. دیگه ویندوز 10 سرور 2016 و ویندوز و سرور 2012 شما این گزینه رو میزنید، این باز میشه. میرید توی پرفورمنس، توی قسمت پرفورمنس من یکم بزرگیش کنم. توی قسمت پرفورمنس، تو قسمت مموری که نوشته میزان حافظه، اینجا نوشته 32 گیگ، یعنی یعنی رم سیستم من 32 گیگ. سی پی یو هم که اون بالا نوشته. سی پی یو اینجا دو نکته قابل توجهه. یک، کور. این کور میزان هسته سرور منه، این سرور من 4 هسته است. لوجیکال پروسسور میزان 8 منه، یعنی سرور من 4 تا هسته داره. برای پردازش اطلاعات، یعنی موقعی که مثلا میخوای یه برنامه اجرا کنی برای اینکه سرور هنگ نکنه، این میزان 8ش که پردازش کنه اطلاعات 8 هسته میشه، یعنی 4 هسته رو موقع پردازش اطلاعات به 8 هسته تبدیل میکنه برای اینکه انتقال راحت تر انجام بگیره و سرور مجازی راحت تر بیاد بالا. اینم آپ تایمشه که نوشته آپ تایمش 22 دقیقه و 39 ساعت و 25 ثانیه است. اینم از تعداد یوزرامون هم اینجا مشخصه.
تعداد یوزر هم اینجا مشخصه. الان میبینیم 2 تا یوزر تو سرور مجازی هست، یه ادمینیستراتور، یه دونه هم یکم یوزر ساپورت ساخته. چون گفتیم یوزر اصلیمون هم ادمینیستراتوره، هر کس اینجا یوزر ساخته باشه اضافه میشه. ساپورت هم یوزر ساخته. از کجا بفهمیم سرورمون چند تا یوزر داره؟ این دو تا رو نگاه کنید، این دو تا رو نگاه کنید، دو تا چمدونه تقریبا روی هم سوار شده. اینا میزنید. اگه این اینجا نبود میرید تو قسمت استارت، این اینجا هست، اسمش هم از سرور منیجر. اینا که بزنید باز همین باز میشه. شما تولز رو میزنید، تولز رو که بزنید بستگی داره زبانتون چی باشه. اصلا من از اول بهتون بگم، شما میرید اینا میزنید. این الان فکر کنم یکی اومد توی سرور، وقت لوگین شد یعنی اینجوری سر اینا آموزش بدم. شما اینا میزنید، میرید توی تولز که رفتین دنبال کامپیوتر منیجمنت میگردید، اینا میزنید. اینجا الان تعداد یوزر ما مشخص نیست چون دستش اینجا برداشته. حالا بعد اون یوزر بهتون نشون میدم چجوریه. این الان سرور تک یوزره، بعد توش میشه یوزر ساخت. پس این الان اینجا کانفیگوریشن نیست که من بهتون توضیح بدم. پس میریم توی سرور دیگه، میریم توی همین سرور آلمان. الان لوگین میکنیم این سرور. خب توی این سرور، تو سرور 2012 که توضیح دادم چجوری برید توی قسمتش، توی این سرور رو مای کامپیوتر کلید راست میکنید. حالا فرقی نمیکنه چه اینجا کلید راست کنید چه توی استاد کلید راست میکنید. این گزینه رو میزنید، اینجا نوشته والورته یعنی همون منیجر یا مانجی. اینجا الان زبانش انگلیسی، زبانش آلمانی، نوشته والورته. شما اینو میزنید، یعنی کلید راست بکنید. همیشه کلید راست بکنید روی مای کامپیوتر. این گزینه یه فرقی نمیکنه زبانش چی باشه، انگلیسی باشه، آلمانی باشه، چینی باشه. همیشه این گزینه که این علامت سپر بغلشه سرور منیجره. اینو میزنید، صبر میکنید تا باز بشه. وقتی باز شده صفحه باز میشه به اسم سرور منیجمنت. چون یکم سی پی یو ضعیفه، یکم طول میکشه. خب اینجا که باز شد کامپیوتر منیجمنت این اسمش. اینجا که باز شد یه گزینه هست، همیشه گزینه اینجا هست، یه تلویزیون عکس یه زن و مرد روشه. پس یه تلویزیون عکس یه زن و مرد روش هست. این الان اینجا چی نوشته؟ این الان چون زبانش آلمانیه، من اینجا براتون انگلیسی شو بنویسم. پس شما اول میرید روی مای کامپیوتر کلیک راست میکنید، بعد میرین توی این گزینه ماناجی که گفتم علامت سپره، معمولا گزینه دوم یا سومی که علامت سپر همیشه بغلشه، اینو میزنید. بعد این صفحه باز میشه. اون بالا اگه دقت نوشته کامپیوتر منیجمنت که اونجا الان نوشته کامپیوتر والورتونگ. کامپیوتر همون کامپیوتر منیجمنت. بعد اینجا این گزینه که بهتون الان توضیح دادم، گفتم لوکال یوزر اند گروپه، این معمولا این جوریه به زبان انگلیسی. معمولا این جوریه، اسمش اینه لوکال یوزر اند گروپ. بعد اینجا دوتا گزینه داره. اینجا چون الان زبانش آلمانیه من بهتون توضیح بدم. گزینه اول اینجا نوشته یوزر، این الان زبانش آلمانیه به یه زبان دیگه نوشته. این نوشته گزینه اول یوزر. این چیه؟ این گزینه دوم همون گروپه که اینجا نوشتم. پس اینجا دوتا گزینه داره، اول یه یوزره، دوم یه گروپه. ما ببینم یه سروره توپ میتونم بجونم زبان انگلیسی بهتون بگم که چی به چیه. خب حالا از شانس بعد ما میبینم زبانش چینیه. یه سروری بود داشتم توش اسکن میکردم. خب این 198 که داریم توش کرک میکنیم. بله خب ما الان داریم توی این کرک میکنیم. خب ما میریم اینه میزنیم.
اینه که ما اینجا زدیم تولزا باز کنیم. حالا این سرور 2012 2008 هم که اون سرور بود که داشتم بود. کامپیوتر منیجمنت رو میزنیم. کامپیوتر منیجمنت رو که بزنیم اینجا انگلیسی راحت تر. لوکال یوزر اند گروپ اینا میزنیم. بعد دوتا گزینه بود که بهتون گفتم، این یوزر اند گروپ، اینم یوزر اند گروپ، این زبانش الان آلمان. یوزر اند گروپ ها که بزنید اینجا الان 3 تا یوزره، اینه که اینجا بزنید این الان 5-6 تا یوزر. این ادمینستراتور، اونم ادمینستراتور که یوزر است، این سرورش 2008 این سرورش 2012. این گوسته یعنی مهمانه که من الان بازش کردم دارم ازش استفاده میکنه. ولی توی سرور آلمان یوزر گفتم ممکنه یوزر یا گوست اسمش عوض بشه. الان گوست تو زبان آلمانی شده گست، GAST شده گست. اینم یه دوست عزیزی اومده فکر کنم یکی از اعضای همین سرور برای خودش یه دونه یوزر ساخته. این عوض. حالا بعد اینا رو توضیح میدم. پس این از یوزرها، اینم کرکی که ما الان داریم انجام میدیم. خب این از این قسمت سرور منیجر که بهتون توضیح دادم این به پایان رسید. یا آموزش کوچولو دیگه هم بدم و این فیلم آموزشی تمامش کنم. خب سرور شرکتی که ما میخوایم بخریم فرقی نمیکنه سرور شرکتمون از کجا باشه. سرورهای شرکت معمولا 2 مدل: سرورهای اختصاصی مجازی. سرور مجازی داریم، اینه سرور مجازی ساده، قیمتش ارزونه. سرور مجازی داریم قیمتش ارزونه، یعنی سرور مجازی که مثلا ارزون قیمته به خاطر اینکه هارد و رم و سی پی و ایناش کمتره. سرور مجازی خارج، خب معمولا اینجا نوشته این سرور مجازی مال کدوم دیتا سنتره. اینجا معمولا نوشته مال کدوم دیتا سنتره. یه سرور اختصاصی هم داریم، اینا کلا قیمتش بالاتره. خب من اینجا میزنم myip.ms. میریم توی این سایت اصلی دیتا سنتر ها. خب این سایت اصلی دیتا سنتر های پیشنو پیدا. اینجا الان چی نوشته بود؟ سرور اختصاصی انگلستان. این سرور توسط دیتا سنتر ردیزیشن ارائه میگرد. یکی از با کیفیت‌ترین این دیتا سنترهای اروپا محسوب میشود. خب ما را کاری نداریم این چی نوشته، ما دنبال اسم دیتا سنترش. این ردیزیشن اینجا تکستش میکنیم. اینا معمولا چند تا پسورد بیشتر ندارن. چون اینا به 3 حالت من میتونم بنویسم .com بذارم پشتش که معمولا .comه. این .com معمولا بین المللیه. میتونم سرچ کنم. اینجا زده اسمش ردیزیشنه، نوشته مال یونایتد کینگدومه یعنی انگلستان. این هم میزان قدرتشه. این 10 تا دونه هرچی بیشتر باشه یعنی 10 تاش پر باشه، یعنی این دیتا سنتر از نظر کارایی، کاربر، از نظر پشتیبانی، از نظر سخت افزاری و 100 تا گزینه دیگه فعلا از 10 عدد 3 رو گرفته. اگه من اینو دات نتش کنم ممکنه مال یک کشور دیگه بشه. حالا صبر میکنم ببینیم مال یک کشور دیگه میشه. دات نتش کردم گفت همچین دیتا سنتری وجود نداره. این اگه دات یوکیش کنم مخفف انگلستان، این الان میشه دات یوکی. نوشته همچین چیزی هم وجود نداره. پس این دیتا سنتر فعلا با همین پسورد وجود داره. خب سرور اختصاصی، ما میریم روی سرور اختصاصی آلمان اگه نگاه کنید اینجا نوشته هنزنر. ما اینجا دارم کپی میکنیم، نوشته این آلمان از دیتا سنتر هنزنره. خب این هنزنر را به 2 صورت ما میتونیم تکس کنیم. میتونیم اینجوری تکسش کنیم. حالا اینم یا میتونیم henzner.com بزنیم. که این میاد نوشته
هنزنره مال آلمانه، دیتا سنتر اصلیش تو براویای نورنبرگه. اگه نخواستیم میتونیم دی ای بزنیم، مخفف دچلند که نام دیگری کشور آلمانه. آلمان معمولا به 2 تا زبانه، هنزنه دات دی ای میتونید بزنید یعنی دچلند یا جرمنی. خب اینم نوشته، اینم نمره 7 گرفت، نمره 6 گرفته از 10. شما اگه سایت آمازون رو نگاه کنید، amazon.com، سایت آمازون اگه نگاه کنید، آمازون 10 گرفته از 10. یعنی از نظر میزان کارایی، کاربر، سرورهای مجازی، قدرتشون، کیفیتشون و 100 تا گزینه دیگر، این توی این سایت، این توی سایت myip.ms، تو سایت myip.ms تو رنکینگش از 10 گرفته. اگه بریم توی پروداکت نگاه کنیم، توی ورد هاستینگ، یعنی تمام هاست های جهان، یعنی همین دیتا سنتر های جهان رو بزنیم توی پروداکت، اینجا زده نوشته بهترین های وب هاستینگ تا که نوشته 7 آپریل 2012، آخرین رنکینگش زده اینجا تا این روز. گوددی اولی از آمریکا، کلودوایر دومه، آمازون سومه، هاستگیتور چهارمه، هنزنر آلمان پنجمه، اوویچ فرانسه ششمه، بلو هاست هفتمه، گوگل هشتمه، دیتا سنتر اول چین نهمه، دیتا سنتر استرالیا دهمه، دیتا سنتر ایسلند 11، راک اسپیس آمریکا، لینود یو اس آ، دیجیتال هی بیا پایین، همه کشور هست، ژاپن، یک آلمان، لیکوید وب، تیم اینترنت، این مال سوئد، اوویچ کانادا، اینا رو زده. معمولا فکر کنم تا 50 تا 35 زده. خب اینا از رنکینگ، اینا از خب این اینجا تموم شد. آخرش هم من توضیح بدم و فیلم آموزشی ها تموم کنم. سرور مجازی که ما می‌خریم به یه سری چیزایی نگاه می‌کنیم. گفتیم سرور مجازی دو نوعه، یه مدلش از سرور مجازی ارزون قیمته، یه مدلش از سرور مجازی اختصاصی. سرور مجازی اقتصاد خارج اینجوریه نوشته. من الان پلان یکیشو توضیح میدم، میتونم پلان سه‌ش هم توضیح. اینجا الان روی پلان سه که الان بهترین با قیمت 65 تومن توضیح بدم. نوشته رمم 2 گیگه، پردازنده سی پی یوم یک هسته است، فضای هاردم 80 گیگه، ترافیک ماهانم 4 گیگه، 4 ترابایته. یعنی اینترنتش نامحدود نیست، اینترنت سرورش نامحدود نیست، میزان حجم زده یعنی محدودیت داره. یعنی اینترنتش 4 ترابایتش تموم شد توی یک ماه، اینترنتش قطع میشه، بری دوباره ترافیک براش بخری. یعنی دوباره بری به همین سایت تو قسمت پروفایلت که میری ثبت نام میکنی، لوگین میشی توی سایت، تو قسمت تیکت بزنی من ترافیکم تموم شده، میخوام ترافیک بخرم، مثلا میگه 4 ترابایت ممکنه مثلا 4 ترابایت بشه 20000 تومان. 20000 تومان برات یه پلن میزنه، 20000 تومان رو پرداخت کنی، وقت پرداخت کردی 4 ترابایت اضافه میکنه. پس از دوستان عزیز خواهش مندیم که این پلان را انتخاب نکنن. پلانایی که معمولا اینجا زده ترافیک ماهانش 4 ترابایت انتخاب نکنن که دوچار درد سر نشه. این سرورهای اختصاصی نوشته امکان ارسال ایمیل داره یا نداره. بعضی از این سرورهای مجازی سری گزینه‌های دیگه هم دارن که مثلا یه سری امکانات اضافه میده. این سرورهای ارزون قیمتی که کسی میخواد بخره، مثلا یه سری کار آسون داره، مثلا آپلود دانلود داره، اینا به دردش بخوره، ولی ترافیک ماهانش به اینا محدود بشه. ولی با همین رم و سی پی یو یک تا دو بخواد این کار رو انجام بده، کارش اوکی. اگه بخواد کرک بکنه اینا اصلا به دردش نمیخوره. اگه بخواد کرک کنه، سرور کرک کنه، نمیدونم اکانت سایت ها رو کرک کنه، هک کنه، حملات دیداس انجام بده یا مثلا کارهای دیگه انجام بده، این سرور اگه هست 2 هست 512 مگابایت اینا به دردش نمیخوره. حداقل به رو سروری که رم و سی پی یو 4 باشه. سرور اختصاصی فرق میکنه. اختصاصی یعنی چی؟ یعنی تو توی این سرور هر کاری میتونی بکنی. میتونی آی پی اسکن کنی، میتونی کرک کنی، میتونی حملات دیداس انجام بدی، هر کاری بخوای میتونی توش انجام. اینا کیفیتش بالاتره، قدرتش بالاتره، پولش هم بیشتره. نوشته میزان رم 32 گیگ،
پردازنده سی پی یوش نوشته E5 فضای هارد نوشته 2 تا 3 ترابایت، یعنی 6 ترابایت به تو هارد میتونه بده، 2 تا 3 ترابایت. بعد ترافیک ماهانه نامحدود. این نامحدود خیلی خوبه، یعنی هر چی استفاده کنی از ترافیکش تموم نمیشه. هزینه راه اندازیش 100,000 تومان، هزینه ماهانه 520,000 تومان. یعنی تو سرور میخری 520,000 تومان، 100,000 تومان هم بدی راه اندازیش کنه، کلا این سرور میشه 620,000 تومان. خب اینا فرق میکنه. این مثلا آخرین پلنش که از همه قوی تره، رمش 256 گیگه، ترافیکش سی پی یوش اینه، 2 تا 3 ترابایت هارد بهت میده، یعنی 6 ترابایت نامحدوده، 1,720,000 تومان پولشه، 100,000 تومان هزینه راه اندازیشه. کلا این سرور در میاد 1,820,000 تومان، رم 256 گیگ. اون وقت ما دوستان عزیز سرور میزنیم. این سرور که میزنیم میرم تو تاسک منیجرش. این سرور الان من زدم. این سرور چقدر حجمش، این مموریش که یعنی حافظش، رمش 128 گیگ DDR3. این مال OVH فرانسه زدم، OVH فرانسه 128 گیگ زدم DDR3. اینجا الان 128 گیگ چند زده؟ 1,200,000 تومان. یعنی من سرور کرک کردم. تازه این سرور چیز نیست، این سرور اصلیه که من زدم، سروری که خود OVH فرانسه ده. بعضی این سرور هم ممکنه مثلا درجه 2 درجه 3 باشه و رم 128 باشه. این 128 اختصاصی من زدم. سرور که الان دارم توش کرک میکنه 128 گیگ رم داره. پروسسور یا حافظش چقدره؟ سی پی یوش 8، میزان پردازش 16. چند روز روشنه؟ 2 روز 4 ساعت 18. الان من چند تا کرکر دارم کار میکنم؟ 1 2 3 4 تا کرکر دارم کار میکنم. هر 4 تاش 4 تا تراده 1000 زدم، اکتیو ترادش 1000. الان 4 تا 330 تا حدودا داره به من PPS میده. یعنی من از این سرور 128 گیگ دارم 4000 تراد زدم، مجموعاً ترادش زدم 4000. الان اینجا نزدیکه 1000 تا دونه، اگه بخواین 3 تا 300 4 تا 300 حساب کنی نزدیک 1200 داره به من PPS میده. سرور لنگ نیست. میبینید وقتی دارم کلید راست میکنم تو سرور مجاز راحت باز میشه. اگه ببندمش بازش کنم شما میبینید راحت باز میشه. چرا؟ چون رم و سی پی یوش بالاست. من الان 4 تا کرکر اینجا باز کردم. 4 تا کرکر یعنی من الان یه سرور زدم به اندازه 4 تا سرور. این یه دونه سرور به اندازه 4 تا سرور یا حداقل 2 تا سرور که من تو هر کدومش 2 تا دونه کرکر باز کنم داره الان کار میده. این سرور قیمتش چنده؟ نوشته رم 128 گیگ. کجاست؟ دیتا سنتر کجاست؟ OVH فرانسه. این دیتا سنتر کجاست؟ OVH فرانسه. آی پیشم الان برمیدارم. نه از آی پیش 176 تکس اینجا سرچ میکنم. اینجا چی نوشته؟ OVH فرانسه. الان OVH فرانسه زدم که این باشه، الان بهتون نشون دادم. OVH فرانسه. این سایت چی نوشته؟ سرور اختصاصی فرانسه و کانادا دیتا سنتر OVH. قیمت چند زده اینجا؟ رم 128 گیگا 1,200,000 تومان. 100 تومان هم هزینه راه اندازی. یعنی من این سرور رو بخوام بخرم، این سرور 1,300,000 تومان، 1,300,000 تومان پا من آب خورد. من اگه برم توی قسمت مای کامپیوترش اینجا الان نگاه کنم، اینجا اگه بخوام نگاه کنم این الان چقدر هارد داره، اینجا هاردش چیه، اینجا چقدر هارد نوشته من 2 تا 3 ترابایت به تو هارد میدم، یعنی 6 ترابایت. اینجا چقدر من هارد دارم؟ اینجا 3 با 45 هارد دارم.
یعنی هارد 4 ترابایت تنهاست این درایو اسش. این یکی چقدره؟ این یکا 7 ترابایته که هاردش 2 ترا بوده، پس یه 4 ترا دارم، یه 2 ترا دارم، این تا حالا 6 تا. این 6 ترابایت من اینجا الان دارم. این الان اینجا چقدر زده؟ این نمیشه کلا من به تو 6 نمیده. این نمیشه کلا من به تو 6 نمیدم، پس من یه 4 تا اینجا دارم، یه 2 تا 6 تا. اینا من کلا دارم. اینا تو اون پلن نزده. توی این پلن که من اینجا نشون میدم نزده. این کلا نمیشه 6 تا بهت هارد میدم. من اینجا چقدر هارد دارم؟ من اینجا کلا 6 تا هارد دارم، یه 300 گیگم برای ویندوزم دارم. یعنی اگه من بخوام این هارد 300 گیگم اضافه کنم روی اون پلن که در مجموع یکا 300 در اومده، یه هارد 300 گیگم اضافه کنم، این سرور 128 گیگ 1,500,000 تومان قیمتشه. یعنی من الان سرور زدم 1,500,000 تومان. من الان برم به کی بگم یه سرور زدم 1,500,000 تومان؟ خندش میگیره. چرا دوستان عزیز میان کرک میکنن؟ خب خیلی ها پول ندارن، میخوان یه سرور مجازی بخرن، پول نداره، حتی 50 تومن 30 تومن 100 تومن هم نداره، چه برسه یه سرور بخره 1,500,000. خب پول یه گوشی سامسونگ یا ال جی، یا مثلا بهترین گوشی سامسونگ، مثلا بهترین مارک مثلا ال جی گوشی، یا یه لپتاپ بخره یا هر چیز دیگه با 1,500,000. خب من چیکار کردم؟ من پسورد نوشتم، پسوردی که خودم نوشتم و دستساز خودم نوشتم، کرکرم که داشتم از تو سایت های گیر آوردم، حالا از جاهای دیگه. یوزرم هم که گذاشتم، یه سرور مجازی هم داشتم. یعنی کلهم بخوای حساب کنیم، من یه سرور مجازی می‌خواستم، سرور مجازی من نمی‌خواسته شاخ باشه، یه سرور مجازی رم و سی پی یو 2 باشه یا 4 باشه. پس یه سرور مجازی می‌خواستم، یه دونه یوزر می‌خواستم که یوزرم ادمینیستراتور بوده، یه دونه آی پی رنج می‌خواستم که آی پی رنج او وی اچ رو می‌رفتم اسکن می‌کردم، یه دونه کرکر می‌خواستم، ان ال بروت می‌خواستم با یه پسورد لیست. من 5 تا چیز می‌خواستم که این 5 تا چیز با هم جور بشه، یه سروری بزنم که 1,500,000 تومان پولشه. الان این سرور چنده؟ 1,500,000 تومان پولشه. الان من این سرور بخوام بفروشم چند میفروشم؟ من این سرور خیلی بخوام بفروشم 100,000 تومان. یعنی 100,000 تومان یه سرور 1,500,000 تومان، یا من 100,000 تومان میفروشم. مشتری هم هست راحت میخره. من دارم پس بهتون میگم کرک کردن یعنی این. ما سرور ایرانی نمیزنیم. من توی این فیلم آموزشی و توی تمام فیلم‌های آموزشی دارم به شما میگم ما سرور ایرانی نمیزنیم، چون نمیخوایم به امنیت سرورهای کشور خودمون تجاوز کنیم. چون سرورهایی که معمولا ایرانی مال شرکت هاست، مال سازمان هاست، مال بیمارستانه، مال سپاهه، مال شهرداری، معمولا اکثر اینا مال اینجا هاست. اینجا همش امنیتیه یا مثلا جاهای دولتیه فلانه. پس ما سرور مجازی نمیزنیم به خاطر اینکه توی ایران زندگی میکنیم، نمیخوایم خودمون رو با پلیس فتا در بندازیم که پلیس فتا بیاد دنبال ما رو جریمه کنه، ببره ما رو مثلا بندازن توی حبس و دادگاه ها توی این کارا. پس برای جلوگیری از این کارا ما اصلا کلا سرور مجازی ایرانی نمیزنیم که بخوایم خودمون رو درگیر کنیم. سرور مجازی خارجی میزنیم. خارجی هم کیفیتش بالاتره، هم از نظر امنیتی کسی ما را مورد مؤاخذه قرار نمیده. من اگه سرور آمریکا زدم کسی نمیاد به من بگه چه سرور آمریکا زدی. اگه سرور هلند زدم کسی نمیاد به من بگه چرا سرور هلند زدی. اگه نمیدونم سرور چیز زدم کسی نمیاد به من بگه چرا سرور فلان جا زدی. ولی اگه سرور ایرانی زدم چند بار رفتم توی اون سرور مال یه شرکتی بود یا مال یه سازمانی بود یا مال هر جایی بود، اون شرکت ایرانی، چون من توی ایران زندگی میکنم، آی پیم افتاده برای پلیس فتا راحت میتونه از طریق آی پی منو کلا شناسایی کنه بیاد منو دستگیر. اما هیچ وقت پلیس فتا نمیاد به من بگه چرا رفتی دیتا سنتر آمازون زدی. چون اصلا دیتا سنتر آمازون به پلیس فتا که توی ایران ربطی نداره. اون یه دیتا سنتر آمریکایی، اصلا به پلیس فتا ربطی نداره که الان چرا رفتی آمازون زدی. چون توی سرورهای آمازون اصلا به ایران ربطی نداره، چون ایران برای آمریکا تحریم آمریکا برای ایران. یا من اگه رفتم یه سرور زدم مال برزیل، سرور برزیل به پلیس فتا ربطی نداره، چون اصلا مال یه کشور دیگه است.
برای همین من به شما میگم شما کلا توی سرورهای مجازی ایران کرک نکنید. یک سرور مجازی ایران کرک نکنید، چه ایران باشه، حالا توضیح میدم دیتا سنترش چه جاهای دیگه ای باشه. یه زمانی هست این سایت ایرانیه، این سایت پارس هاست ایرانیه، این سایت پارس هاست که ایرانیه. این سرور زده OVH. خب OVH چون یه دیتا سنتر بین المللیه، از تمامی کشورها ممکنه مثلا نمایندگی داشته باشه. کشورهای ایرانی، کشورهای چین، ژاپن، کره، آلمان، هلند، برزیل، مکزیک، السالوادور، روسیه. چون یه دیتا سنتر بین المللیه ممکنه از این دیتا سنتر هم، از این سایت ایرانی هم توش خریدار بشه. ما سرور که میزنیم، سرور OVH که میزنیم، مثلا دیتا سنتر OVH کرک میکنیم، این دیتا سنتر ممکنه مال یه ایرانی باشه. این دیتا سنتر ممکنه مال یه ایرانی باشه. از کجا بفهمیم دیتا سنتر مال یه ایرانیه؟ خب من الان OVH فرانسه زدم، خب این دیتا سنتر خارجیه یا ایرانیه. از کجا من بفهمم؟ من از اینجا میفهمم که چی؟ من از اینجا میفهمم که وقتی وارد سرور مجازی شدم نگاه میکنم روی دسکتاپش معمولا ایرانی‌ها سایت ایرانی سرچ کردن، توی گوگل سرچ کردن، توی فایرفاکس سرچ کردن. معمولا توی گوگل و فایرفاکس معمولا هرچی سرچ کرده باشی میمونه، توی اینترنت اکسپلورر معمولا نمیمونه. من نگاه میکنم ببینم آیا چیزی روی دسکتاپش هست. مثلا روی دسکتاپش زده مثلا نوشته فایل اجرایی، یا مثلا نوشته مثلا به عنوان مثلا یه نرم افزار حسابداری، مثلا نوشته حسابداری سامان، یا مثلا نوشته حسابداری البرز. اینا که مثلا اینا رو نوشته، یا مثلا یه ایرانی توی سرچ کرده، توی گوگلش فایرفاکسش سرچ کرده، اونجا معلوم میشه این سرور یا یه ایرانی توش بوده، یا یه ایرانی سرور زده رفته توش اینا رو سرچ کرده، یا اینا یه سرور، این سرور یه ایرانی خریده. توی همچین سرورایی سعی کنید نرید. یعنی چه ایرانی زده باشه، چه یه ایرانی خریده باشه، یه همچین چیزایی با زبان فارسی توشه، توی این سرور معمولا سعی کنید نرید. این سرور اصلا بندازین تو، چون ممکنه ولی یه ایرانی باشه برید بزنید کرک کنید فلان کنید، بعد سرور بسته بشه. سرور هم که بسته بشه طرف میره شکایتی رو میکنه، میره مثلا به همین سایت میگه آره سرور منو زدن، سرور من بالا نمیاد. اون سایت مثلا یه چیز امنیتی روش میذاره، ببینه آی پی که میاد توی اینا، توی این سرور لوگین بشه چیه، مال کجاست. ببینم آی پی مال ایرانه، اون آی پی ایرانه میده به پلیس فتح کلا پیگیری میکنه. پس اگه از دیتا سنتر OVH، چون معمولا اینا دیتا سنترهای ایرانی، این شرکت ایران با چند تا دیتا سنتر بیشتر کار نمیکنن، انزنر آلمان، OVH فرانسه یا کانادا، ردیزیشن انگلستان، رپید ویچ انگلستان، معمولا با این دیتا سنترها بیشتر کار نمیکنن. دیتا سنتر هلند هم داره که معمولا هلندش مال دیتا سنتر اسمش الان یادم نیست، این 4-5 تا. ولی اگه شما رفتی آمازون زدی، اگه رفتی آنلاین ساس فرانسه زدی، نمیدونم اگه رفتی اسکاینت مثلا بلژیکا زدی، اسکاینت.be، اینا رو زدی، اینا رو هیچ شرکت ایرانی معمولا اینا رو ارائه نمیده. یعنی اگه تو زدی 100% سرور یک کسی خریده. توضیح آخرم بدم، این فیلم آموزشی زیاد شد. توضیح آخر این که این سرورایی که معمولا شما کرک میکنید اینا سرور شرکتیه. اینا معمولا سرور شرکتیه. این سروریه که من الان زدم مال فرانسه است، OVH. این سرور شرکتیه. یعنی اینا یه شرکتی خریده، یه شرکتی این سرور خریده و الان داره استفاده میکنه. من کرکش کردم. اگه برچسب کرک روی یه سرور خورد، مثلا یه کسی اومد گفت من سرور میخوام بخرم، شرکتی داری یا کرک؟ اگه شرکتی داشته باشم میگم شرکتی دارم. شرکتی خوبیش اینه که 30 روز کاملا به شما کار میده، یعنی از اون روزی که خریدی تا 30 روز دیگه دست خودته، فقط مال خودته. یه پسورد خوب بذاری روش، کسی کرکش نمیده. خوب یه سرور شرکتی اینه. اگه من خواستم اکانت پلی استیشن کرک کنم، روش مثلا هیدن یا میناوی یا مثلا لایسنسش فعال کنم، 100% هم سرور شرکتی میخوام. چون لایسنس
معمولا برای هیدن یا مثلا برنامه میناوی برای کرک اکانت پلی استیشن، اینا معمولا روی یه دونه سرور ران میشه، یا باید رو سیستم خانگی خودت رانش کنی یا معمولا رو سرور مجازی. جان نمیتونی رو اینجا الان رانش کنی رو سرور مجازی، بعد ببری توی سرور دیگه چیز کنی، ببری یه لایسنس جدید بخری. حالا این اطلاعاتی که من میدونم. اگه من بگم سرور کرکی دارم، این سرور کرکی یعنی این سرور شرکتی بوده من کرکش کردم. در دو حالت اینا سرور شرکتیه. سرور شرکتیه اول سروریه که من مثلا به طرف میدم، میگم این شرکتیه، من الان نمایندگی گرفتم، مثلا دوستم نمایندگی گرفته از شرکت ایرانی، میتونی بری از اون 1 ماه بخری 30 روزه دائم تا 30 روز بهت کار. یه زمانی هست میگم نه من سرور کرکی دارم به این معنیه که این سرور شرکتی بوده من کرکش کردم، یعنی اینم سرور شرکتی بوده. این سرور شرکتی ممکنه 1 روز کار بده، ممکنه 300-400 روز کار بده، بستگی داره. من سرور فروختم به یک کسی 2 روز بعد خاموش شده، یه سرورم فروختم به یک کسی 3 سال پیش سرور فروختم به یک کسی، پسر بعد از 3 سال پیش اومده من میگه مسعود، میگم جان، میگه عجب سرور به من فروختی. میگم چطور؟ یه سروره که به من فروختی 2 سال پیش، 3 سال پیش، 1 سال پیش به من فروختی، سرور ان روشن خاموش نمیشه، هر کاری باش میکنم کرک اسکن، هر کاری باش میکنم خاموش نمیشه. این بستگی به خود سرور داره که اون سروری که خریدار شده باشه چند مدت خریدار شده باشه، 6 ماهه، 12 ماهه، 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله، اینا فرق میکنه. سرورایی هم که من کرک میکنم من نمیدونم الان این سرور چند روز دوام پیدا میکنه، تاریخش رو نگاه کنم مثلا میگم 50 روزه، مبناش 60 قرار میدم، میگم 10 روز من بهت گارانتی میدم، چون مبنا 60 روزه بوده، میگم این سرور 60 روزه من این سرور رو بهت گارانتی میدم، چون میدونم 50 روزه تا 10 روز دیگه ممکنه خاموش، ممکنه این سرور 10 روز دیگه خاموش نشه، ممکنه مثلا سرور 1 ساله باشه، ولی چون من 50 روز زدم فکر کنم این 2 ماه هست. اینا من نمیتونم زیاد تشخیص بدم، من یه مبنایی میگم بر اساس چیزی که خودم میدونم، بر اساس اون انجام. ممکنه یه سرور 300 روز روشن باشه، مثلا 300 روز روشن باشه، مبلغ من میشه 365 روز، یعنی 1 سال. میگم این سرور 65 روز روشنه به اون کسی که میخواد بخره. این سرور ممکنه من 1 ماه گارانتی کنم، یعنی بگم این سرور که من بهت میفروشم مثلا تا 1 ماه آینده اگر خراب شد، خاموش شد یا مشکلی براش پیش اومد، من یه سرور دیگه بهت میدم. خب اینا ضمانتش میکنم. چرا؟ چون مبلغ رو 65 روز میذارم، 65 روز خیلی زیاد. یه زمانی هست سرور 300 روز روشنه. من توی این سرور کرک میکردم، فقط کرک میکردم، باهاش اسکن نمیکردم، آی پی اسکن نمیکردم، چون حیف بوده 300 روز سروری که 300 روز روشنه من باش آی پی اسکن کنم. توی این سرور مجازی من فقط کرک میکردم، مشکلی نداشته. الان سرور فروختم به یک کسی، امروز فروختم، از این سرورم خودم استفاده میکردم، ممکنه 100 روز دستم باشه با کرک خاموش نشده باشه. سرورم ممکنه امروز من فروخته باشم، فردا طرف میاد میگه داداش این سرورت خاموش شد. میگم چرا خاموش شد؟ میگه آی پی اسکن کردم خاموش. خب این سرورهای مجازی 99%شون چه سرورهای او وی اچ ها انزنر باشه که دیتا سنتر باشه، چه مثلا جاهای دیگه آمازون باشه، مایکروسافت باشه، گوددی باشه، هر جا باشه، این سرورها 99%شون به اسکن حساسن. من الان دارم توی این فیلم آموزشی میگم ای دوست عزیز، سرورهای مجازی به اسکن 99%شون حساسن. اگه رفتی اسکن کردی خاموش میشه. و معمولا سرورهای معمولا آدم‌ها اسکن میکنن که مال کشورهای نه چندان معروف باشه، ویتنام، تایلند، برزیل، هند، با این کشورهایی که اگه خاموش شد آدم غمش نباشه. کسی نمیره با سرور او وی اچ فرانسه، هنزنر، آلمان، آمازون، مایکروسافت با اینا اسکن کنه که اگه خاموش شد ضرر بهش بخوره. چون این سرورها معمولا یا سرعت دانلودشون بالاست یا رمشون بالاست، سی پی یوشون بالاست. معمولا با سرورهای آدمو کرک میکنن که این جوری باشه. سرورهای کشورهای ضعیف که اگه خاموش شد زیر اسکن طرف مشکلی براش پیش نیاد، غم نخوره، ناراحت نشه. یه زمانی هست نه، من یه سرور زدم، اولا او وی اچ فرانسه با او وی اچ کانادا با هنزنر آلمان، این دو تا دیتا سنتر، او وی اچ کانادا فرانسه با هنزنر 100% به اسکن حساسن، 100% به اسکن آی پی حساسن. چه میخواد سرور ایرانی باشه، چه میخواد سرور خارجی باشه. اگه اسکن کردی با هنزنر آلمان یا او وی اچ فرانسه یا کانادا 100% خاموش میشه 2-3 ساعت دیگه. میخواد رمش 1 باشه، میخواد رمش 512 گیگ، اگه اسکن کردی خاموش میشه، ولی اگه کرک کنی خاموش نمیشه. اگه من یه سرور زدم، مثلا سرور انگلستان زدم،
دیدم این سرور خیلی خوبیه، سرعت دانلودش بالاست، مثلا 500 600 مگابایت، 1000 مگابایت، 3000 مگابایت. دیدم خیلی سرور قبراقیه. ولی دیدم رم سی پی یوش 1. اینا یه تستش میکنم ببینم آیا زیر کرک دوام میاره، میزنم زیر کرک میبینم مثلا این با تراده 100 یا 200 کار میده، پی پی اسش هم زیاد بالا نیست، مثلا 150 60. میبینم این به درد کرک نمیخوره، سرعتش بالا، سرور قبراقیه، ولی رم و سی پی یوش 1. من توی این سرور مجازی اسکن میکنم، چون رم و سی پی یوش 1 اسکن میکنم. اسکن که میکنم چه اتفاقی میفته؟ دو حالت داره. حالت اول، این سرور مجازی چون سرعت دانلودش بالا سریع آی پی ها رو اسکن میکنه. یعنی من اگه یه رنج آی پی هنز داره آلمانه بذارم توش مثلا یه سرور باشه سرعت دانلودش 300 باشه، این سرور من 1000 باشه، تو سرور 300 مگابایتی ممکنه کل آی پی رنج آلمان هنز داره نیم ساعت اسکن کنه، تو اینکه سرعت دانلودش 1000 مگابایته ممکنه تو 10 دقیقه اسکن کنه. این از حالت اول. و سرعتش 1000 رم و سی پی یوش که من باش اسکن میکنم به جای کرک. اسکن که بکنم دو حالت داره. حالت اول چند روز همینطور من مداوم میتونم باش اسکن کنم، کلی میتونم آی پی اسکن کنم، خاموشم نشده 4 5 روز خیلی جلو افتادم، خیلی آی پی دیتا سنتر کشور رو اسکن کردم. حالت دومش نه، رم و سی پی یوش 1 ولی ساعت دانلودش 1000. من اسکن کردم 5 ساعت بعد خاموش شد. ناراحت نمیشم، درسته سرعت دانلودش 1000 بوده ولی ناراحت نمیشم سرور خاموش شده. چرا؟ رم و سی پی یوش 1 بوده، زیاد این سرور کارایی نداشته، به درد من زیاد نمیخورده، به درد کار اصلی من که کرک ناراحت بشم. یه زمانی سرور رم 64 گیگ سی پی یو 16 هسته است، من هم میتونم باش کرک کنم، هم میتونم ماینر گیت بذارم 16 تا هسته ازش بگیرم، کشش 200 کش هشش 208 باشه، خیلی کارا میتونم انجام کنم. من برم تو این سرور بذارم اسکن کنم، خب این سرور ممکنه 2-3 ساعت بعد خاموش بشه. آیا من ناراحت نمیشم؟ من یه سروری که زدم اینجا، یه سرور الان زدم این رم چند نوشته 64 گیگ، قیمتش چقدره؟ قیمتش 75750 تومن، 100 تومن راه اندازیش 850. من یه سرور زدم 64 گیگ سی پیش مثلا 16، سرعت دانلودش هم مثلا 400-500 مگابایت. من مثلا برم با این سرور به سرور 850,000 تومن اسکن کنم بعد 4-5 ساعت بعد خاموش. آیا این از نظر عقلانی نمیگن این آدم مخش معیوبه همچین کاری کرده؟ آیا کسی میاد با این سرور که سرور شاخ اسکن کنه؟ نه نمیکنه. میرم یا باش ماینر گیت میکنه یا کرک میکنه یا کارهای دیگه میکنه. تو اگه با این سرور رم 64 کرک کنی 100 10 تا دونه گود بهت میده، تو این 10 تا دونه گود ممکنه 4 تا دونش به درد اسکن بخوره. من چرا برم سروری که به درد کرک میخوره را بزنم داغونش کنم خاموشش کنم چون خواستم آی پی اسکن کنم؟ بعد طرف میاد به من که یه سرور به من بده هم اسکن کنم هم کرک کنم. نمیشه که سرور که معمولا یارو میخره یا باش اسکن میکنه یا کرک میکنه. اگه بخوای اسکن کنی همزمان کرک کنی خب این اشتباه محضه. هم ترافیک اینترنتت نصف میشه، یعنی سرعت اینترنتت نصف میشه، هم درجا آی پی بلاک میکنه. وقتی هم داری اسکن میکنی هم داری کرک میکنی، دوتا کار متفاوته داری با سرور انجام بدی، به سرور فشار میاد آی پیاتو بلاک میکنه. یا باید تو سرور کرک کنی یا تو سرور اسکن کنی. این آموزش هم به پایان رسید، تایمش خیلی طولانی شد. موفق و پیروز باشین در پناه خداوند باری تعالی تا آموزش بعدی. خدا